بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت سوم از داستان ام ایمن یا برکه الحبشیه، شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مادر من بود بعد از مادر من و ایشون رو خطاب میکرد مادر جان، و اشاره کردیم که چه نقشی در حضانت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت و چه توجهی نسبت به پیامبر داشت، و این که ایشون از ابتدای تاریخ اسلام تا انتهای تاریخ اسلام، یعنی از ابتدای دعوت پیامبر حتی از زمان طفولیت پیامبر حضور داره تا لحظه وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و نقش مهمی که ایشون داره. ما در ادامه داستان قبل به اینجا رسیدیم ببینیم که نقش ایشون و در میدان جهاد چگونه هست، چرا که ایشون سعی میکرد از هر فضیلتی، از هر برکتی، از هر نوری که در مسیر دعوت الهی بالاخره شکل میگیره بهره مند بشه، که خب بالاترین نور در میدان جهاد هست. بالاترین نور در غزوه احد ام ایمن به همراه تعدادی از زنان مسلمان یا صحابیات خارج شده بود و وظیفه ایشون و اون زنان این بود که زخمی ها رو مداوا بکنن، به اونها توجه بکنن، بالاخره بهشون برسن و مجاهدانی که تشنن بهشون آب بدن، یا مثلا کمانهاشون و تیرهای کمانشون تیز میکردن بهشون میدادن، نیزه هاشون رو تعمیر میکردن یا شمشیرهاشون اگه در دست توان داشتن، یعنی در بالاخره به کار کمک رسانی در اینجا بود که کعب ابن مالک رضی الله عنه نقل میکنه که وظیفه ام ایمن در واقع در اون میدان غزوه احد این بود که ام ایمن زخمی ها رو آب میداد و هوای اونها رو داشت و سعی میکرد اونها رو مداوا بکنه. خب در این میدان غزوه که در حالی که ایشون داشت زخمی ها رو آب میداد، یکی از مشرکان که اسمش حبان ابن عرقه بود، حبان ابن عرقه تیری رو به سمت ام ایمن پرتاب کرد و این تیر به ام ایمن خورد و ام ایمن بر روی زمین افتاد و خب زخمی شد. این حبان ابن عرقه وقتی که این کار رو انجام داد، تیر زد، خب دید یک زنی رو زده، جنگ دیگه، میدان جنگه. خوب تصاویر میخوام داشته باشید، نمیتونم من درست بیان بکنم، یعنی جملات عربی خیلی زیباتره. وقتی که این تیر رو زد ام ایمن زخمی شد، به روی زمین افتاد، این خوشحال شده بود، قهقهه میزد و لبخند میزد، لبخند خیلی بلندی که این کار رو انجام داده که مثلا ام ایمن رو تیر زده. خب ام ایمن در واقع نقش مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت، صحابی بزرگوار پیامبره، جزو اولین مؤمنان و ایمان آوردگان به پیامبر هست. این کار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی سنگین تموم شد در اون میدان جنگ. زود به طرف سعد ابن ابی وقاص که تیرهاش تموم شده بود تیری رو پرتاب کرد، گفت سعد پرتاب کن تیر، بزن انتقام رو بگیر. بلافاصله سعد هم یک تیری در پیامبر طرفش انداخته بود در کمان خودش گذاشت و تیر رو پرتاب کرد و تیر خورد به این حبان ابن عرقه و افتاد، به طوری که اصلا برهنه شد. اینجا بود باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن چنان لبخند زد که دندانهای از مبارک ایشون دیده شد و گفتش که بله، سعد انتقام ام ایمن رو گرفت و خداوند هم خب بالاخره دعای ایشون رو اجابت کرد و در مورد سعد که گفت خدایا سدد رمیتک، خدایا این تیر سعد ابن ابی وقاص رو تیرش رو محکم بکن، تیرش رو هدفمند بکن که بتونه درست این تیرش رو به بالاخره نتیجه برسونه. این قهرمان مجاهد ما، این بانوی بزرگوار مجاهد ما، خب این صحنه‌ای بود که در میدان غزوه احد براش اتفاق افتاد. یک نکته که خیلی جالبه در تصاویری که از ایشون نقل میشه، میگه وقتی که در اون شرایط بالاخره بحبوحه جنگ در همون میدان احد شرایط به گونه شده بود که از هر طرف پیامبر رو بالاخره محاصره کرده بودن، برخی از این کسانی که داشتن فرار میکردن از مسلمانان دچار شوکه شده بودن، چرا که در حلقه محاصره قرار گرفته بودن. ام ایمن وقتی با اینها برخورد میکرد خاک تو چهره هاشون میریخت و بهشون میگفت که چرا شما اینجوری میکنید؟ چرا دارید فرار میکنید؟ شمشیرتون رو به دست بگیرید، نمیدید به ما بدید تا این کارو بکنید. و ایشون به طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم میرفت تا ببینه که چون شایع شده بود که پیامبر به شهادت رسیده و کشته شده، و میرفت تا ببینه با سایر زنان که برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه اتفاقی افتاده. صحنه جنگ هست، صحنه جنگ و خیلی هم حساس و جزو اولین کسانی هم بود که رفت بالاخره از حال پیامبر صلی الله علیه و سلم با خبر شد و متوجه شد که نه، الحمدلله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحیح و سالم هستند. اما بریم در غزوه خیبر ببینیم ایشون در چه جایگاهی قرار گرفته. در غزوه خیبر هم ام ایمن مثل احد
با تعدادی از زنان که نقل شده 20 نفر از زنان صحابیات بودن، اونجا در غزوه خیبر حضور داشتن. از جمله داستان نصیبه ام عماره که ما هم گفتیم همراه اینها بود، ام علای انصاری و تعدادی از زنان 20 تا بودن که در غزوه خیبر همراه پیامبر بودن. و خب ایشون حتی به خاطر اینکه ایمن در اون غزوه نتونسته بود شرکت کنه، پسرش رو حتی سرزنش میکرد. خیلی جالبه، میگفت تو ترسیدی فلان. یعنی چنین مادری بود، مادری نبود که بخواد فرزندش رو از خطر دور کنه، چون که میدونست این میدان میدان خطر نیست، میدان برکت، میدان رحمت هست. و حتی شعری نقل شده که حسان نقل میکنه که این در اون اشعار پسر خودش رو به قول معروف ملامت میکنه، تو چرا نبودی فلان، در صورتی که گفتیم یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله در هر میدانی بالاخره سعی میکردن حضور داشته باشن، ولی این مادر از شدت حماسه و وابستگی که داشت این حالت داشت. بالاخره جدا از همینا پیامبر در آغوش ایشون بزرگ شده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم نسبت به ام ایمن توجه خاصی داشت. ابن اسحاق رحمت الله علیه نقل میکنه که ایشون ضمنی که با زنانی که در خیبر حضور داشت و پیامبر هم در بعد از جنگ خیبر یا غزوه خیبر مقداری هدایا به ایشون و زنان داد. البته از سهم جنگ به ایشون نداد، اما از همون هدایایی که اونجا وجود داشت بالاخره به اینها داد. اما میریم در جنگ موته، ببینیم میدان آزمایش مادر و فرزند، ببینیم ام ایمن در این میدان آزمایش چه حالتی داره. در سریه موته که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زید ابن به عنوان یا مادر همسر چندین داستان آخه. نگاه کنید در جنگ سریه موته پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زید ابن حارثه رو که محبوب خودش بود، معروف به حب رسول الله یا حب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، به عنوان امیری قرار داده بود بر اون سپاه که در اون جنگ شرکت بکنن و همینجوری به ترتیب زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه که قبلا داستانش رو نقل کردیم که هر سه اینها در این جنگ شهید شدند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خبر شهادت اینها رو جبرئیل بهش داده بود و به مردم گفت که بله به ترتیب اول زید شهید شد، بعد همینجوری جعفر ابی طالب، جعفر طیار و بعد عبدالله ابن رواحه و اینکه بعد سه پرچم اسلام به دست سیفی از سیوف الله که خالد بن ولید هست میفته که مسلمان ها رو از اون صحنه نجات میده و میتونن با موفقیت بیرون بیان. و عملا میبینید که ام ایمن اینجا به عنوان یک همسر، به عنوان یک زن همسر خودش رو از دست داده. رسول خدا صلی الله علیه و آله میره بالاخره به تعزیه ایشون رو تسلی میده و این حالاتی است که ایشون در این حالات داره و این صبر و بردباری رو داره و تسلیم رضای الله رب العالمین هست. حالا به اینجا ختم میشه. خب ایشون ایمن پسرش هم هست تا در غزوه حنین هست. در غزوه حنین هم ام ایمن با تعدادی از زنان در این میدان جنگ همراه میشن با مجاهدان که تا بتونن بالاخره از خیر و برکت میدان جهاد بهره مند میشن و به مجاهدان کمک میکنن و پسرش ایمن و اسامه رو تشویق میکنه که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله باشن، در حالی که میدونی خودش داشت زخمی ها رو مداوا میکرد. صحنه جنگ تغییر کرده بود، اونجا هم مسلمانان در یک شرایط خاص قرار گرفتن و در حالی که دعا میکرد برای پیروزی مسلمانان و ذکر میکرد کمک به زخمی ها میکردن و پسرش هم تشویق میکنه هر دو فرزندش که کنار پیامبر باشن. و نکته قابل توجه اینه که پسر ایشون ایمن با تعدادی از مهاجرین و انصار در کنار پیامبر ثابت قدم و پایدار ایستادن، در اون روز حنین از پیامبر دفاع کردند. مثلا از جمله عباس ابن عبدالمطلب هست، علی ابن ابی طالب هست، ابو سفیان ابن حارث هست، ایمن ابن عبید خزرجی هست، اسامه ابن زید هست، ابوبکر و عمر، حارثه نعمان و تعدادی دیگه که اینها پایداری کردند در غزوه حنین و کنار پیامبر ایستادن. اما در این میدان جنگ و ما میبینیم که ایمن ابن عبید خزرجی یا به عبارتی ایمن فرزند ام ایمن در اینجا که در شجاعانه از پیامبر دفاع میکنه و قهرمانانه دفاع میکنه در این میدان زخمی میشه و در همونجا به شهادت میرسه و خداوند بهشت رو نصیب ایشون میکنه. اما باز همین ام ایمن اونجا اگر در برابر زید صبر و پایداری داشت، اینجا باز در برابر شهادت و از دست دادن فرزندش صبر و پایداری داره و به خاطر خوشنودی خدا و رسول تمام توجهش به این میکنه که این باشه و این مقدرات الهی و خوشحاله که فرزندش در مسیری رفته که در این مسیر سعادت و خوشبختیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توجه خاصی به ام ایمن داشت که همیشه سعی میکرد هدایایی برای ایشون بفرسته. ام ایمن گاهی غذایی چیزی درست میشد برای پیامبر میبرد. خیلی جالبه، مثلا
نقل شده ایشون یه غذای محلی درست میکرد که خب ایشون در واقع حبشی بود، غذا مثلا پیامبر رو آورد که مثلا با همون نمیدونم محصولاتی بود که مثلا از خرما و اون چیزها بود که مثلا بعد آماده میشد و پیامبر گفت نه بفرستید مثلا این آماده تر بشه، مثلا نوع خب طبق غذاها فرق میکرد. خیلی جالب علی ابن برهان میگه، حالا من مطالبشون اینقدر زیباست و شیرینه نمیدونم از کجا بگم به کجا بگم، جز این گفتیم که پیامبر بهش سعی میکرد که به هدایایی بده، چرا که ایشون در واقع جز اهل بیت نبوت پیامبر بود. حتی پیامبر خوشحال بود از اینکه این قناعت داره، این گونه وجود داره. علی ابن برهان نقل میکنه که در سیرت پیامبر که ام ایمن پیش پیامبر توجه خاصی بود. عایشه دختر ابوبکر صدیق ام المؤمنین نقل میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شر بر رسول صلی الله علیه و سلم یومنی چیزی رو پیامبر نوشید. ام ایمن هم میگه پیش پیامبر بود، بعد رو به پیامبر گفت اسقینی، به منم از این نوشیدنی بده من بخورم به منم از این نوشیدنی بده بخورم. ام المؤمنین عایشه بهش میگه من بهش گفتم علی رسول الله تقولین هذا، تو با رسول خدا در اینجوری صحبت میکنی، به منم بده از این نوشیدنی بخورم. میگه که فقال خدما خدم تو اکثر، من بیشتر از این بهش خدمت کردم، تو نگران نباش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت صدقت، راست گفته، و از همون نوشیدنی داد و اون هم خورد. داستان از مکانت و موقعیت مکان ایشون خب خیلی زیاد هست. ما داستان چون بازی که زمانمون رفته ادامه داستان رو میذاریم در قسمت 4، ان شاء الله در قسمت 4 در ارتباط با ادامه داستان ام ایمن در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتون.